یه روز یه ترکه بزرگترین جایزه نقاشی جهان رو میگیره که هیچکی تا حالا نگرفته. آیدین آقداشلو. یه روز یه ترکه محبوب ترین بازیگر ایران میشه و همه عاشق مرام و هنرش میشن و هستن. پرویز پرستویی. یه روز یه ترکه بهترین گیتاریست دنیا میشه و بزرگترین جایزه هنری دنیا تو روسیه رو میگیره. آرمیک. یه روز یه ترکه میشه مشتی فیلم‌های ایرانی. بهروز وثوقی. یه روز یه ترکه ستارخان و باقرخان میشن. یه روز یه ترکه احد عظیمزاده میشه که فرش دنیا رو متحول میکنه. یه روز یه ترکه باغچبان میشه که اولین مدرسه کرولال‌ها رو درست میکنه. یه روز یه ترکه میشه شهریار که نابغه شعر ایرانه. یه روز یه ترکه باعث میشه فوتبال ایران و آسیا رو با اسم ایشون بشناسن. علی دایی. یه روز یه ترکه نابغه والیبال جهان میشه. سعید معروف. یه روز یه ترکه باعث میشه وزنه برداری رو با اسم اون بشناسن و قوی ترین مرد دنیا میشه. حسین رضازاده. یه روز یه ترکه بوینگ 727 رو بدون چرخه دماغه به سلامت فرود میاره. کاپیتان شهبازی. یه روز یه ترکه موفق ترین عملیات کل دوران جنگ رو انجام داد. شهیدان باکری. یه روز یه ترکه اولین عمل جراحی قلب و کلیه رو تو ایران انجام داد و جایزه بهترین پزشک دنیا رو دریافت کرد. پروفسور جواد هیئت. یه روز یه ترکه اولین دانشگاه 7 زبانه دنیا رو راه انداخت. ربیع رشیدی. یه روز یه ترکه سوپر سینمای ایران شد. محمد رضا گلزار. یه روز یه ترکه باعث میشه همه جهان انگشت به دهن بمونن و جایزه دیوید کاپرفیلد رو میگیره. عارف غفوری. یه روز یه ترکه روی قوی ترین مردان جهان رو کم میکنه. روح الله داداشی. یه روز یه ترکه میشه جهان پهلوان تختی. یه روز یه ترکه میشه رامبد جوان. یه روز یه ترکه میشه اکبر عبدی. دیگه یه جای خالی در یه جایی از این دنیا پیدا کنین که رد پای ترکا دو اونجا نیست. ترک یعنی کل جهان آفرینش. یکی بود که اذانی گفت که شد بهترین مؤذن دنیا. یعنی اعراب هم همچین مؤذنی ندارن. مرحوم مؤذن زاده اردبیلی. هادی سایه نابغه تکواندو جهان. دهقان فداکار. ریزعلی خواجوی و خیلی های دیگه. پس هر جا رسیدی با افتخار بگو من ترکم.